فارسی زبانای اصطلاحی دارن که میگن همیشه خوشخبر باشی و دقیقا میخوام یه خبر خیلی خوبی بهتون بگم که میدونم خیلی خوشحال میشن. اخیرا پژوهشی رو انجام دادیم و روی ترکیبی کار کردیم که تو خونه همه هست، کم هزینه و خیلی راحت همه میتونن درستش کنن. خیلی ازش استفاده کردن و حتی یک مورد نارضایتی نداشتیم و همه از استفاده از این ترکیب راضی و خوشحال بودن. اگه میخوای پوست دستاتو جوون کنی و چندین سال پوست جوونتر به نظر بیاد، میخوای کلاژن سازی پوستت از جمله پوست دستاتو بهتر و قوی تر کنی، میخوای پوست صورتتو لکه‌های قهوه‌ایشو برطرف کنی، میخوای پوستت آبرسانی بشه، یه خورده جون بگیره، سرحال بشه، کلاژن سازی کنه، جوشهاش بره، رطوبتش رو حفظ کنه و یه ترکیبی رو بلد باشی که از افتادگی پوستت پیشگیری کنه و چین و چروکات رو به مرور برطرف کنه، این ترکیب رو یاد بگیر که میخوام اینجا براتون درست کنم و مرتب ازش استفاده کنید که نحوه استفادهش هم بهتون میگم. یکی از مواد مهم این ترکیب وازلین هست. به محض اینکه میگی وازلین خیلی میگن نه وازلین برای پوست خوب نیست چون که منشأ نفتی داره، لکه‌های قهوه‌ای میاره، برنزه میکنه و اصلا برای پوست خطرناکه، نمیشه استفاده کرد. دوستان خوبم، تحقیقات و بررسی‌های خیلی زیادی انجام شده. اولین بار که آقای رابرت آگوستوس وازلین رو کشف کردن، بله اون زمان خیلی ازش استفاده میکردن برای درمان جراحت‌ها و زخمایی که به وجود میومد و چقدر سریع و عالی تاثیر میذاشت. اون موقع هنوز پالایش نشده بود و یه سری مواد سمی داشت که میتونست برای پوست خطرناک باشه. اما امروزه وازلین هایی که هممون در اختیار داریم پالایش شده هستن و حاوی اون مواد مضر نیستن، پس شما خیلی راحت میتونید از این ترکیب استفاده کنید. من ترکیبی رو دارم به شما میگم که تئوری نیست، روش کار شده، کار تحقیقاتی شده، پژوهش روش انجام شده و شما میتونید با خیال راحت استفادهش کنید. حالا این ترکیب چطوری درست میشه؟ برای اینکه ترکیب عالی رو داشته باشید نیاز داریم به 2 تا قاشق مرباخوری وازلین پالایش شده. من الان واحدم قاشق مرباخوریه، شما میتونه واحدتون بزرگتر باشه. لیمو ترش تازه لازم داریم. دوستان وازلین رو برای اینکه نفوذش رو بالاتر ببریم و اثرات درمانیش چندین برابر بشه نیاز به لیمو ترش داریم. چرا نگفتیم سرکه؟ چرا نگفتیم مثلا مواد دیگه؟ به خاطر اینکه لیمو ترش تازه در کنار وازلین به شدت نفوذش رو میبره بالا. حدودا 1 نصف لیمو ترش تازه رو ریختم. حالا 1 قاشق چایخوری کوچولو هم بهش عسل میزنیم و روغن آرگان درجه 1. نصف قاشق مرباخوری هم بهش روغن آرگان اضافه میکنیم. موادمون رو ریختیم. حالا باید مواد رو با هم ترکیب کنید و رو حرارت بنماری بذارید تا کاملا به خورد هم بره. 1 بار وازلین باز بشه و دوباره سفت بشه که در این صورت شما وازلین درمانی فوق‌العاده دارید. خب دوستان، من تو ظرف آب جوش گذاشتم، ظرف عوض کردم که حرارت بهش برسه و کاملا مواد داخل هم ترکیب بشه. حالا اگه شما میخواین برای اینکه دستاتون ناخونهای فوق‌العاده‌ای داشته باشین، ناخوناتون محکم باشه، پوست دستتون جوون بشه و کلاژن سازی کنه، از این ترکیبی که دارید به اندازه کافی روی دستاتون بزنید، کاملا ناخونهاتون رو بزنید. این ترکیب فوق‌العاده لطیف میکنه. این ترکیب دستاتون رو فوق‌العاده میکنه. اگه مرتب ازش استفاده کنید میبینید که کاملا دستاتون لطیف میشه و دیگه شما در طول روز نیاز به هیچ نوع مرطوب کننده نخواهید داشت. ضمن اینکه جوانی پوستتون هم حفظ میکنه، پس هم میتونه کار پیشگیرانه داشته باشه و هم درمانی. آخر شب دستاتون از این ترکیب بزنید و دستکش پلاستیکی بپوشید تا کاملا جذب بشه. البته 1-2 ساعت کافیه، ولی اگه تا صبح هم رو دستاتون بمونه هیچ مشکلی به وجود نمیاره. حالا اگه شما میخواین برای صورتتون استفاده کنین، برای لک‌های قهوه‌ای صورتتون، برای آبرسانی، برای کلاژن سازی، برای اینکه جوش‌های سرسیا و ملیا، دوستان ملیا رو خیلی خوب درمانش میکنه.
بزنید روی پوستتون و حدوداً از 20 دقیقه تا 1 ساعت برای روی پوست بمونه عالیه و بعد از 1 ساعت پوستتون رو تمیز کنید، با یه آب خیلی معمولی بشورید. وقتی که شستین بهتره که یه آب تقریبا خنک روی پوستتون بزنید. خیلی هم نگران منافذ باز هستن، میگن که این وازلین منافذ پوست رو باز نمیکنه. اگه شما به این طریق عمل کنین، یعنی بعد از حدوداً 1 ساعت پوستتون رو بشورید، تمیز کنید و یه آب معمولی بزنید، دوباره منافذ پوست به حالت اول برمیگرده. برای صورتتون هفته‌ای 2 بار عالیه. اما برای دستاتون میخواین نتایج سریعتر بگیرید، هر شب میتونید این کار رو انجام بدید. یه نکته خیلی مهم، قبلش پوستتون رو تمیز کنید تا منافذ باز بشه و بهترین نتیجه رو بگیرید. میتونید گلاب اسپری کنید رو صورتتون و با یه پد تمیز بکشید. به هر حال یا با یه صابون‌های طبیعی پوستتون رو بشورید. وقتی پوست تمیزه جذبم بهتر اتفاق میفته. حتما نظراتتون رو برای ما راجع به این ویدیو بذارید و خوشحال میشیم یه بار دیگه برامون بنویسید از کدام شهر یا کشور هستید و کجا زندگی میکنید. خیلی برای ما خوشاینده با توجه به اینکه تعداد سابسکرایبامون خیلی بیشتر شده. دوست داریم ببینیم عزیزانی که به جمع ما اضافه شدن از کجا هستن.